این روزنامه‌نگار نیم سال است تلاش دارد در تاجیکستان جمعیت زردشتیان را تأسیس دهد. میگوید در تاجیکستان دین زردشتی بیش از 5000 پیرو دارد. آیین‌نامه و دیگر سندها را جمع کرده است بجز از یک سند. یک سپرافکا دیگر است که در مکانی که تشکیلات رو به قید میگیری حکومتداری همون منطقه باید موجودیت تو رو تصدیق کند. یعنی مثلا سرپرست ساحه دین حالا عادلزاده دلبر معاون رئیس شهر دوشنبه، من به اون کس مکتوب نوشتم و 18 نفر رو با صورت با سراغه جای زیست که ما در دوشنبه زردشتی هستیم. قانون 3 نفر طلب میکند، ما 10 نفر اینا پیشنهاد کردیم. شما موجودیت ما رو اعتراف کنید. متاسفانه او کسا در حقیقت چند حقوقشناس رو دعوت کرده است، ولی همین گواهنامه تا به حال به من ندادن. مسئله تأسیس جمعیت زردشتیان در نشست خبری کمیته دین هم صدا داد. رئیس کمیته دین تصدیق کرد که عبدالقادر طلبکوف برای ثبت جمعیت به این نهاد آمده است. قادر طلبکوف بله برای ثبت همچون یک اتحادیه دینی به کمیته مراجعه نمود، نه به شکل خطی، فقط آمد با اون نفر شرط و شروط رو گفتن که باید مثلا کدام نمودی حجت ها و کدام نمودی مثلا تهیه کرده شود، بعد این دیگر مراجعه نکرده است. عبدالقادر طلبکوف ماه فوریه امسال اعلان کرد که به دین زردشتی گرویده جمعیت زردشتیان را تأسیس می‌دهد. این تصمیم روزنامه‌نگار و هم حمله‌های لفظی او بر روحانیان در جامعه سنتی تاجیکستان واکنش‌های زیاد را به میان آورد. مخالفانش عبدالقادر طلبکوف را به ناخن زدن به احساس دینی مسلمان‌ها گناهکار می‌کردند. خود روزنامه‌نگار می‌گوید بارها تهدید هم شد. کم شدن ولی هستن. این آزاری روحی است. وقتی که مثلا بوری در کوچه روسی خسته شدم از جنجال ها. فرضاً همین 4 نفر در روبروی من میآید، یک تاش میگه که این حرامی زردشتی است، یک تاش میگه که استادی معظم ما اخلاصمند شما، یک نفرش میگه کاری خودش است، در پیش خداوند خودش جواب میگه. ولی با همه این افت و درفت کردن من خسته شدم واسه. من همین پرده رو دراندم، یخ‌ها رو آب کردم، همش خوب میشود. با وجود خستگی عبدالقادر طلبکوف از راهش برگشتنی نیست. او نامش را به آریامهر زردشت عوض کرد، اما مقامات آن را در سندها قبول نکردند. در تاجیکستان 66 اتحادیه دینی غیر اسلامی فعال است. تقریباً 4000 مسجد هم فعالیت میکنند. فعلا دقیق نیست که عبدالقادر طلبکوف برای ثبت جمعیت زردشتیان باز چه قدر دیگر تلاش میکند. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی، دوشنبه.